سلام رفقا، چطورید؟ من هستم تیرچم، هستم به ویدیو مجازات خوش اومدید. امیدوارم که این آخرین ویدیو من نباشه و زنده بمونم. ببخشید بابت بدقولی که کردم، گفتم که ویدیو مجازات زود آپلود میشه ولی آپلود نشد. خیلی معذرت خواهی میکنم. این ویدیو مجازات واسه ویدیوی سعی کن نخندی و ویدیوی 3 کلمه بگو رپ کنم واسه اونم. با هم دیگه جمعش کردم و توی یه ویدیو میخوام واسهتون مجازات بشم. دلتون میاد منو مجازات کنید؟ واقعا این حق منه. آقا مجازات زیاد بوده و تکراری زیاد بوده که سس تون بخور و چیز بکن و فلان کن و بیسار کن و چند تاشو گلچین کردم که توی این ویدیو انجام بدم. ولی اگه سری بعد حرکتی بخوام بزنم دیگه نمیگم شما منو مجازات کنید. واقعا این حقم نیست. حالا در ادامه میبینید که چه بلایی قرار سر من بیاد. خب مجازات اینجا خیلی زیاد داریم. اولی میریم سر همون ویدیو قبلی انجام، چون اون ویدیو قدیمی آپلود شده، ویدیو رپ با 3 کلمه من. یه جا رو من اشتباه خوندم یا یه جایی اصلا من نتونستم رپ کنم و از اونجایی که این کلمه رو یکی از دوستان گفته، از همینجا فردین جان سلام میکنم. فردین جان مرسی بابت مجازاتت. گفتش که شکلات تلخ بالای 98% 97 بود، بالای 97% بخور، پشت سر هم بخور بدون اینکه یه قطره آبم بخوری. آب گفت بخوری؟ آب نخورم؟ فردین آب نخورم فردین؟ چرا فردین؟ من چیکار کردم فردین؟ خب ما هم دیروز رفتیم یونه شکلات تلخ رو پیدا کردیم. نه درصدش رو روش ننوشته، فقط نوشته که دارکه. خدا به دادمون برسه. شکلات با بادوم زمینی. بادوم زمینی تو شکلات به درد نمیخوره، اصلا با کاکائو جور در نمیاد. خب من باید همه رو بخورم؟ یعنی واقعا من باید همه رو بخورم فردین دست خوش فردین. دیگه نمیگم تو اصلا مجازات به من بگی فردین دمت گرم فردین خیلی دوست دارم فردین. یا خدا اوه بوش از همین الان میاد. معلوم که خیلی وای بسته بندی داره. وای شکستم. یکیش ببین چجوریه. اول میری تو دهنت هیچ مزه‌ای نمیده. خب وقتی میره پایین تازه تلخیشو میفهمی. ولی اینم بگم دیروز این همه فروشنده تبلیغ میکرد شکلات دارک اصلا بخوریش نمیتونی طاقت بیاری. این دارک بود آقای فروشنده. اولش خوبه، بعد ملو پایین به تلخی میخوره. خسته نباشی آقای فروشنده، واقعا به تبریک میگم. آقا من رفتم دنبال شکلات تلخ نبود دیگه، اینو گردن من نندازید واقعا. چشم. بعد این بادومش گفت بادوم داره. 4 تا خوردیم اصلا هیچ. همینجور ادامه بدیم من تا آخر ویدیو من شکلات بخورم. تلخ هست واسه اونایی که اهل کاکائو اینا نیستن، زیاد تلخه. ولی من زیاد شکلات و شیرینی میخورم، اصلا این چی حس نکردم. تلخ نبود. تقصیر من نیست. این فروشنده تبلیغ بعد فروشنده. خب میرسیم به دومین مجازات. اصلا نیازی هم به آب نداشت، من آب نمیخورم. دومین مجازات این بود که سس تون بخور. از اونجایی که سس تون نداشتیم ما هم فلفل انتخاب کردیم. گفتیم جایگزین خوبیه. فلفل سیاه. وای خدای من این فلفل سیاه. تو رو خدا فوکوس کن ببین. بچه‌ها اگر من مردم روی سنگ قبرم بنویسید. رو سنگ قبرم بنویسید. خیلی عاشق شما بود، خیلی دوستتون دارم. 1 2 3 هواپیما برو. دلم از نرگس بیمار
عجب سگی بودین. واقعا دلتون میاد منو مجازات کنید؟ بذار شکلات بخورم. الان ترکیب میشه شکلات تند. مجازات بعدی 2 تا تخم مرغ خام بخور. یکی هم نه، 2 تا. 2 تا آخه چجوری بخورم؟ تا حالا تخم مرغ خام نخوردم. یادمه که یه فیلم دیده بودم، راکی بود. تنها جایی که دیدم اونجا بود که دیدم راکی تخم مرغ خام میخوره. خدایا بهم رحم کن بچه‌ها. دیگه اولش شکلات، بعد فلفل، الان تخم مرغ هم بره پایین دیگه روده اصلا قشنگ یه چیز سمی میشه. حالا نمیشکنه. شکست خودش. اوه بچه 2 تا دونه تخم مرغ خام سمی بشه. این واقعا این انصاف نیست در حق من این کارا بکنید شما. واقعا این انصاف نیست. به سلامتی خودتون. سلامتیمو هیچ موقع نخواستی. حال خرابه ساقیم شمش داکن پیگی شرابه. نه نمیشه. بذار با شمارش بگم. 1 2 3. A few moments later. داغون شدم. داشتم یه لحظه بالا می آوردم. خوب میشه من استفراغم گرم بالا میام. یه لحظه رفت تو دهنم. بوی بد میاد. تا کن یکیشو خوردم یکیش مونده. شاهد باشید. شما اشکم در اومد. نگاه کنید اشکم در اومد. اینم میخورم چون قول دادم بخورم. امیدوارم که سالم بمونم. دوباره با شمارش. و این دفعه یه سلامتی سنگین. سلامتی اونایی که ویدیو لایک میکنن، کامنت میذارن و چنل رو سابسکرایب میکنن. خودتون. بچه پیشنهاد میکنم که هیچ موقع این کار انجام ندید. حال به هم زنترین چالشه. حال به هم زنترین. یه چیز دیگه انتخاب کنید. مثلا سس بخوری میشه یه کاری کرد. سس توم بخوری میشه کاری کرد. مثلا فلفل الان دیگه فلفل تو دهن من هست ولی دیگه مثل این دیگه نیست. انقدر شت نبود. تو دهنتون هم نگه ندارید اگه میخوایم بخورید. واقعا اون بوی اصلا نگم واسهتون. بوی بدی میاد اصلا. سری قورت بدین. خیلی بد بود. دیگه به خاطر شما مجبور شدم انجام بدم دیگه کلا. میکروفونم میذارم اینجا چون این دو تا آخریه اصلا کلا کاری میشه که سر تا پای من دیگه اصلا سالم نمیمونه. یه خورده بلندتر حرف میزنم که صدام قشنگ تو میکروفون بره. گفتن که آب یخ بریز. نکنین آب یخه. این آب یخه. از این بخارایی که روی شیشه مشخصه که این آب سرده. واقعا آب سرده. آب یخ دیگه ندی. آب سرد بزنیم توی زمستون دیگه میچاییم ما. همه رو بریزم؟ نه. همه رو نمیریزم. چون مقدارشو نگفته بریزی. خدای خودت کمک کن. آخ یخ کردم. یخ کردم. واقعا این حق منه. به بقصم کلن خیز شد. اینقدرش رفت اینقدرش مونده. نمیدونم بقیه بریزم نریزم. بریزم یا نریزم. بریزم میریزم. به خاطر شما دیگه. دوباره به خاطر شما. نکن چقدر شما من دوست دارم. یا خدا. اخ وای. آب یخه.
آب یخ هم که نیست، سرد. تو این سرما زمستون، تو این سگ سرما آب سرد ریختم رو خودم. خب و میریم سراغ آخری و باعث خوشحالی که مجازات داره تموم میشه. این بود که تخم مرغ بزن تو سرت. دیگه تعدادشو نگفت. تخم مرغ امروز خوردیم، 2 تا اونم خام، تو سرمونم باید بشکنیم. خیلی خیلی ممنون. مرسی که ویدیو دوست داشتید. مرسی که خیلی من حمایت کردید. شما هم میگن دوست. آدم 100 تا مثل شما دوست داشته باشه نیاز به دشمن نداره. واسه شماره میشمارم و میکوبونم تو سر خودم. 1 2 3. اوه اوه اوه. بگو. مرسی که ویدیو دوست داشتید. یادتون نره که حتما لایک کنید، کامنت بذارید و چنل سابسکرایب کنید. من برم تا گن نزده شده ببینم. خیلی ممنونم.